در این گرمخانه این نهال‌های سبز گلکرم بوده حاصل سیوم این زمین است. با وجود سردی هوای بیرون در محیط هوای گرم داخلی گرمخانه محصولات به نقصان پرورش یافته یک قسم بروقت کاریده آن به ثمر رسیدند. در خوجگی دهقانی به نام صدبرگ در دهه توگرک دهات توگرک و ناحیه واسه پرورش این محصولات در گرمخانه این نوگانی است. ما همین گرمخانه را دیم و سیلا بود کردیم نه سیم و سیلا گلکرم شینوندیم بین قطارهای پامیدور و بودرینگ را شینوندیم. همین گلکرم ماهای مای را تیار میکنن همیرا در بیرون میشنونن در ماه سپتامبر اکتبر و سیلن نه که ما همیرا تخمشن ماه اوگوست کاری نیم همیرا خواستیم که یک چی کنیم تجربه کنیم در تای کلیونکا و همین پرنی که همین چیز میشیده ما همیرا تجربه کردیم وزی همون تجربه همون که توری غلطیسته نیولایی که اول اوگوست شنوندگیمون حاصل دا آمده است وزی تا ماه همین ینوار دکبر ینوار ما همین محصولات تر و توزه کتی میتونیم همین بازار داخلی را تامین کنیم. همین گرمخانه که کمتر گرم کنیش برای ما قیمتره این چیز میجازش خنکی را طلب میکنه بیا یکون گرمی تو بواره فقط بالای سرش تا برف و بارون نباشه ما همیرا برای همین یک تجربه کردیم و در همین گرمخانه همین محصولات را تیار کردیم. نورالله یوسف با استفاده از زمین گرمخانه باوری دارد که از این زمین 4 حاصل هم رویانیدن امکان دارد. در سمت استفاده ثمرناک زمین‌های گرمخانه تجربه نورالله را متخصصان ریاست کشاورزی ناحیه آموخته برای استفاده به دیگر خوجگی‌ها توصیه می‌دهند. در ناحیه وسه زیاده از 1 هکتار گرمخانه‌های دائم‌المکانده فعالیت می‌کنند که اساساً برای تامین نمودن اهالی ناحیه در فصل زمستان برای استحصال سبزیجات تر و تازه امروز خیلی که علاقه ما دیدیم در خوجگی دهقانی زیاده از 20 سوتیق زمین در گرمخانه دائم عمل کننده تشکیل کرده است. خوجگی دار در مرحله یکم پامیدور و بودرینگ کشکا بود که البته ما دیده بودیم بسیار یک محصولات خوب استحصال کردن البته با بزرگ بردن مردم ناحیه را با محصولات تر تازه تامین کردن. این حاصل سیمی همین گرمخانه است که گلکرم کوریده است. خیلی که ما دیدیم وزیر علاقه گلکرم با حاصل آمده است پیشش و میتونه که خوجگیدار تا ماه دکبر ینوار تا سال نو میلادی بازار ناحیه را با محصولات تر تازه یعنی تامین نماید. البته گرمخانه‌ای که در ناحیه فعالیت میکنن سمتشون برای پرورش سبزیجات نگرانده شده است. گرمخانه‌هایی که در ناحیه هستن اساساً کشتی پامیدور بودرینگ میگذارونن. گلکرم در گرمخانه بوری اول شنوندن در ناحیه ما البته در میدانی که شد است گلکرم دهقانان پرورش میکنن حاصل خوب میگیرن. در گرمخانه نورالله زیاده از 8000 نهال گلکرم پرورش مییابد. نورالله مقصد دارد که در دوره زمستان بازار ناحیه را با این محصولات تازه تامین مینماید. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.